الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر به ما سوال کرده اند که آیا جنخوانی را کسب کردن از همان حساب زندگی کردن جایز است؟ زیرا اکثر آنهایی که جنخوان هستند یگان مشغولیت ندارند، از همان حساب زندگی می کنند و قدر مهنت کرده صاحب مال شدن را به قدر کافی نمی دانند و حتی بیمارانی که پول کم دهند آنها را دیگر نمی خوانند با بهانه. و این نص سؤال این برادر بود، یعنی سؤالی که من به یگان تغییر به شما قرائت نمودم. البته جن خواندن در اسلام جایز است. ما عقیده داریم که غیر از انسان ها جن وجود دارد، خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان ذکر کرده است. سوره ما حتی سوره جن داریم و حدیث های صحیح داریم و الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان ها و جن ها را خلق نکردیم مگرم به خاطر توحید، یعبدون ای یوحدون، تا که الله را یگانه عبادت بکنند و توحید را تحقیق بکنند. پس این دلالت میکند که جن ها در بین ما زندگی میکنند و اونها هم مثل ما مسلمان ها دارند و کافر ها دارند. جن های مسلمان را ما جن های مسلمان میگیم و جن های کافر این شیطان است. شیطان همون جن های کافر هستند. لیکن اینجا مقصد درباره خواندن جن برفته شده است. ما میگوییم پیش از این البته جن در آمدنش به انسان با عقیده صحیح اهل سنت و الجماعت چی است؟ جایز است. یعنی جایز است نمیگیم، جن در آمدنش ممکن است. البته در آمدن جن به بدن انسان حرام است، لیکن بعضی از جنهای فاسق و فساق و بعضی سببهای به انسان داخل می شوند. خیلی که حدیثی به این دلالت میکرد این شیطان یجری فی بنی آدم مجرى الدم. شیطان در درون فرزندهای آدم در درون خونگردها میگردد، در درون رگها میگردد. مجرى الدم. لا يقومون كما يقوم يتخبطه الشيطان من المس. این چنین اینو هم دلالت به در آمدن جن میکند و این سخن اهل سنت و الجماعت است. اما در مسئله خواندن جن جایز است و به این هم حدیث دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن من استطاع ینفع اخاه فلینفع. هر یک از شما وقتی که بتواند که به برادرش کمک بکند، یعنی رقیه کرده تواند رقیه کند و یک برادر را از یک درد، یک رنج دور بکند به اذن الله سبحانه و تعالی. این یک سبب است. شرط رقیه این است که این اعتقاد میکنیم که این سبب است و نه خودی شفا نیست. شفا در دست الله است. اما کسب کردن رقیه خوانی البته جایز نیست. کسب کردن رقیه خوانی و رقیه را همچون تجارت انجام دادن جایز نیست و افسوس که امروز در حقیقت در بین بسیاری از مسلمان ها همچنین واقعی شده است که جن خواندن را یک کسب خود کرده اند، دیگر کسبی ندارند. احمد ابن حنبل رحمه الله جن میخواندند، یعنی مقصد از جن میخواندن انسان هایی که مجنون شده بودند، جن اونها را مس کرده بود، اونها را میخواندند و این درست است و این سخن صحیح است و البته خواندن جایز است. اما کسب کردن جن خواندن و یک مقدار معین پول ماندن و یک برادر و خواهر مسلمانی که کم بغل است و پول ندارد اون را به سبب پول کم دادن یا کم داشتنش نخواندن، در حقیقت این یک بدعت و ضلالت است و این یک به نهایت عمل زشت و پست و گناه است که این چنین انسان ها باید توبه بکنند و به سوی الله سبحانه و تعالی بازگردند و این عمل را البته تجارت قرار ندهند. کوشش بکنند یک عملی دیگری داشته باشند. اگر بناگاه کسی به اونها پول دهد، اگر بناگاه گرند هم باکی ندارد، اما به خاطر پول شدن و رقیه کردن و به خاطر پول این کار را انجام دادن البته این گناه است و جایز نیست و این چنین انسان ها عاقبتشان خوب نخواهد شد. بارک الله فیکم.